25 ایون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ادامه سفر کاری در شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان در جمعیت سهامی پوشیده مرمرستان و طور مجازی 7 مؤسسه تعلیمی تا مکتبی که در دهه‌های مترون، بودون، ویشخرف، ژمک، بونای، تخرف و غجوست ناحیه ونج بنیاد گردیده است افتتاح نمودند. مؤسسه‌های تعلیمی تا مکتبی نوبنیاد از 20 صنفخانه عبارت بوده برای 380 تربیت گیرنده پیش بینی شده است. در آنها 34 نفر با کار دائمی تامین گردیدند. اجرای کارهای ساختمانی مؤسسه‌های مذکور ماه‌های فوریه ایون سال 2025 جریان یافته است. موافق معلومات 4 مؤسسه تعلیمی تا مکتبی از حساب بودجت محلی ولایت و 3 مؤسسه دیگر از حساب ساکنان دهه‌ها طریق حشر ساخته شده است. مورد استفاده قرار گرفتن انشاءات مذکور با مشکلات فراگیری کودکان به زینه اول تحصیلات در این دهه‌های دوردست خاتمه می‌بخشد. مؤسسه‌های تعلیمی تا مکتبی در اساس اجرای دستور سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان که ضمن ارائه پیام به مجلس عالی به راهبران ولایت و شهر و ناحیه‌ها در خصوص بنیاد و برقرارسازی مؤسسه‌های تا مکتبی بیان گردیده بود ساخته شده است. تدبیر مذکور از یک طرف اجرای بندهای نقشه چهاربینی‌های جشنی به استقبال 35 سالگی استقلال دولتی نیز است. در مؤسسه‌های تا مکتبی نوتأسیس 17 گروه تعلیمی عمل نموده مشغولیت‌ها با 2 زبان تاجیکی و روسی به راه مانده شده است. ما کودکانی خوشبخت ما را وطن بود بخت زنده و پاینده بخت این وطنی تخت و بخت بابا جان به ما داده است این خانین تختی زد تا این سلام باشد آن بابا که هر وقت دارم شدی در خانه ای بر هوا اکنون میخوانم سرود از برای پیشوا. محترم جناب عالی پیشوای معظم ملت، من از نام خودم و از نام تمام مادران جماعت دهات تخر از شما منتداری بیان میکنم که چنین مؤسسه های تا مکتبی را تشکیل نمودید و شرایط های خوب را برای فرزندان ما مهیا نمودید. ساکنان دهه غجو و ناحیه ونج هم در همراهی با سیاست معارف‌گرایانه پیشوای ملت انا تشبث نشان داده در ساختمان مؤسسه تا مکتبی کمر همت بستند و در یک مدت به نهایت کوتاه انا مؤسسه تا مکتبی را با تمام شرایط معاصر به استفاده دادند و منتداری صمیمی خویش را به پیشوای ملت و حکومت جمهوری تاجیکستان برای جهازانیدن مؤسسه تحصیلات تا مکتبی و به ساکنان محل که در این کار خیر ما را دستگیری کردند میرسانیم. ما منتداریم از آن که برای ما دائما غمخواری می نمایند. در عوض این همه غمخواری ما وعده میدهیم که فرزند سزاواری وطن باشیم. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای در دهه‌های دوردست خصوصا منطقه‌های کوهی تأسیس دادن مؤسسه‌های تحصیلات تا مکتبی اظهار قناعتمندی نموده با استفاده دادن آنها را تحفه ارزنده به کودکان معنیداد کردند. قابل ذکر خاص است که حالا در ناحیه ونج 2867 کودک سن تا مکتبی به قید گرفته شده است که با بنیاد گردیدن 7 مؤسسه تا مکتبی فراگیری کودکان با مؤسسه های تا مکتبی به 38% برابر می گردد. از این برمی آید که حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد بلند برداشتن سطح و صفت تحصیلات تا مکتبی و مهیاسازی انفراساختار در این زمینه تعلیم همیشه دست به کار است و نتیجه ها نیز در این روند بار آورند. با شکرگزاری از سیاست خیرمندانه اساسگذار اصول وحدت ملی پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امامعلی رحمان امروز در دهه ژمک جماعت دیاتی از گلوم ناحیه ونج که یکی از دهه‌های دوردست‌ترین یعنی ناحیه ونج می باشد یک کودکستان زمانوی در نزد مؤسسه تعلیمی با فراگیری 80 نفر کودک به استفاده داده شد. ما علاقه ایست کرده شدیم که به کودکستان نسل نورس در جامعه رشد یافتنش خیلی مشکل است. یعنی نقش کودکستان در تشکل جامعه سالم بارز می باشد و خیلی خرسند هستیم که در همین دهه ژمک جماعتیاتی از گلوم کودکستان با تمام شرایط زمانوی یعنی امروز افتتاح گردید که در رشد و نموی ذهنی همین کودکان نقش مؤثر می‌بازد. توسط
دستگیری‌های پیوسته پیشوای معظم ملت در تمام گوشه و کنار مملکت بنیاد مکتب‌ها، مؤسسه‌های شکل نو وسعت یافتند و از آن جمله دهه بونه هم صاحب مؤسسه تحصیلاتی نو گردید. با دستور سپاسگزاری به واسطه پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان، امروز در این موضعی که ما قرار داریم حدود جماعت دهاتی تیخر بینای نوی زمانوی کودکستان یعنی مؤسسه تا مکتبی گشوده شد. این مؤسسه که امروز ما در اینجا قرار داریم اساساً با دستگیری به واسطه ساکنان محل که برای 50 نفر خواننده که در اینجا حاضر تحصیل میکنند این ساخته شده است. مقصد از ساختن این انشاءات نوی زمانوی برای تکمیل بیشتری صفت دانش خوانندگان اساساً ساخته شده است. باید گفت که تربیه و به تحصیل خوشصفت فرا گرفتن نسل نورست از هدفهای مهم دولت دانسته می شود و تلاش‌ها به آن روانه شدند که کودکان در شرایط خوب پرورش یافته آینده برای پیشرفت دیار خود سهم ارزنده گذارند.